خب سلام دوستای عزیز، برادرای گرامی قدر، کسایی که الان نواری من تماشا میکنین. من راستی باز چون هر وقته یک نواری از مجبوریت، یک چند روز میشد که در سامانه‌های اینترنتی سر و صداها بلند شده در خصوص اینه که شهرداری چون یک تصمیم گرفته است که خانه را که آثارخانه استاد صدرالدین عینی بود ولنگار کنن، ویران کنن و در جای چیزی بسازه. اصلا مهم نیست که چی میسازه. و من هم من حیث یک تاجیک، من حیث یک تاجیکستانی، یک چند نقطه را میخواهم در این خصوص ابراز بدارم، میخواهم گپ بزنم. نقطه اولی است که صدرالدین عینی کسی است که تاجیکستان معاصر در برابر همه اون ظلم، در برابر همه اون مشقت، در برابر همه اون عذاب‌هایی را که اونا کشیدن و تحملی را که اونا کردن، به خاطر این بود که ما امروز گرچنده که در یک وطن کوچک هم زندگی میکنیم و مساحتش نه چندان بزرگ هم است، با نام تاجیکستان زندگی کنیم و این همی وطن کوچک هم حداقل داشته باشیم. حداقل یک اگر یک وجب هم باشه، اگر 93% نه، اگر 99% که 100%ش کوهستان باشه، اگر که خوب هست، بد است، سرد است، گرم است، هر چیزی که هست نیست، این همی حداقل نیم وطنه که داشته باشه. و من شخصا فکر میکنم که ویران نمودن آن نشانه تاریخی را که ما را من حیث یک دولت، ما را من حیث یک ملت، ما را من حیث یک جمهوری امروز که میشناسن، این زحمت چونین یک اشخاص است. یکی از اونها استاد صدرالدین عینی و من فکر میکنم که بسیار سر و صداها در سامانه‌های اینترنتی است و من منتظرم بودم که شاید اشخاصی روشن فکر و کسای داننده تاریخ، هویت، فرهنگ و کسایی را که استاد صدرالدین عینی را از مکه خوبتر میشناسند، استاد صدرالدین عینی را از ما مردم عادی کرده خوبتر میشناسند. ما هزاران اکادمیک داریم، پروفسور داریم، تاریخ شناس داریم، باستان شناس داریم، سراینده ها داریم، بلاگرهای مشهور داریم. به قول خودمون متاسفانه 3 روز میشه منتظرم که شاید از من کده کسی باشه که با سوادتر، با تمکینتر، داناتر، اشخاصی را که در زندگی در همین سمت درس خواندن و چونین یک اشخاص خوب میشناسن. شاید اونا یگان نوار بکنن، شاید اونا ابراز اندیشه کنن، شاید اونا فکرشانه بگن، شاید اعتراض بکنند. زیایان نمیدونم در ناخونه کنم. به همون خاطر من از شما احترامونه خواهش میکنم. اول که به شهرداری شهر دوشنبه، با مسئولینی را که چونین یک تصمیم ها را میگیرند، با اشخاصی را که از طرف خلق با چونین یک صلاحیت وظیفه ها گماشته شدند تا اینکه برای بهبود زندگی مردم خدمت کنند، برای بهبود آینده ملت خدمت کنند، برای یک پیشرفت مردم خدمت کنند، نه اینکه یک نشانه از نشانه های تاریخ و فرهنگ تاجیکستان معاصر خانه شو ویران کنید. اصلا مهم نیست که خانه او در جای مناسب است یا اینکه نامناسب. خانه او در هر جایی که باشه نباشه، شما فضا را مناسب کنین تا اینکه خانه او جای مناسب باشه. هر چیزی که میخواه ساختن
ببرید در دیگر جا بسازید. نخواد در همین شهر دوشنبه یک شهر واقعا هم بزرگ است، همین نمیشه که از حداقل در خانه استاد عینی نسازیدش. حداقل خانه استاد عینی را به خاطر هر چیزی باشه ویران نکنید. هر نشانه ای را که از تاجیکستان معاصر بود در این 10 ساله بیا پوسکنده بگیم، بیا همین این که من نمیترسم میگه پورا میگم، به خدا قسم نمیترسم. این من باید نگو میگه پورا، اما من منتظر بودم که یک کس میگه نگفتیم. متاسفم، من مجبورم میگه پورا بگم. التماس خواهش میکنم اول اشخاص داننده تاریخ فرهنگ کسایی را که از آن جمله استاد صدرالدین عینی را میشناسین، حداقل یک ذره را باشه صدا بلند کنید تا که خانه سردفتر ادبیات معاصر تاجیک ویران کردستند. این خانه یگان وزیر نیست، این خانه یگان شاعر عادی نیست، این خانه یگان سرمایه‌دار نیست، این خانه اصلا این خانه سردفتر ادبیات معاصر تاجیک دارند ولنگار میکنند. این خانه من نیست. شما هزاران بار کمک خانه ندارم، اگر کم می داشتم 1000 بار برین ویران و ولنگارش کنین، اما شما تاریخ ما را ویران میکنید، شما تاریخ از بین میبرید. خواهش میکنم از زیایان، از اشخاص مشهور، خانه سردفتر ادبیات کلاسیک، ادبیات معاصر تاجیک دارند ویران میکنند و در جایش هر چیزی که میخواهند اصلا مهم نیست، چیزی میخواهند بسازند. از شما من حیث یک تاجیک خواهش میکنم بی‌طرف نباشین. در سامانه اجتماعی بعضیات ابراز اندیشاتون می نویسین، ننویسین ابراز اندیشاتون. شما طریق نوار مراجعت کنید تا اینکه شهرداری شهر دوشنبه و هر کسی که تصمیم چونین یک ولنگار یا اینکه ساختن امارات را میکنه با چونین یک چیزا اهمیت بتیه. ما قریب 90% تاریخ، فرهنگ و هویت شاعر، نویسنده و هر چیزی را که ما از او افتخار میکنیم، ما از او ما را در دنیا میشناسن، امروز در اون وطنی که ما زندگی میکنیم با نام تاجیکستان در اون نیستن. اونا اصلا یک قسمتش در ازبکستان است، یک قسمتش در افغانستان است، یک قسمتش در ایران است. یک ذره را هم باشد، یک حداقل از بحر قطره را هم باشد، نشانه یک شاعری تاجیکه، نشانه یک فرهنگی تاجیکه، نشانه یک هویت تاجیکه، نشانه یک نشانه ما مردم تاجیکه. خواهش میکنم که ویران نکنید، زیرا در این چند سال اخیر بسیار نظاره کرده استم که واقعا هم آثار تاریخی زمان شوروی را شما ایستا دارید ولنگار میکنید و چیزایی را که شما داره ولنگار میکنین و ایران میکنه و در جاشون نمیدونم کدام یک امارات های چینایی میسازه و شرکت های ساختمانی به خاطر یک منفیت و به خاطر یک پول ناچیز شما آثار تاریخی و زمان شوروی و یک زمان تشکیل تاجیکستان و زمان استقلالیت تاجیکستان و اصلا تاریخ معاصر آیسته آیسته داره ویران میکنه و در جاش بعضی خانه های کارتونی را که میسازین، شما فکر کنید که 10 سال پس ما چی میتونیم داشته باشیم در وطن. یک خارجی را که از خارج میاد به تاجیکستان به خاطر یک هویت تاجیک دیدن، به خاطر یک فرهنگ تاجیک دیدن، به خاطر یک تاریخ تاجیک دیدن، اون میاد در تاجیکستان چی را میبینه؟ و به اشخاصی که داد از تاجیکیت میزنین، که داد از هویت میزنین، هزاران هزار صفحه
وصف می نویسین. آیا صدرالدین عینی تاجیک نبود؟ آیا صدرالدین عینی تاجیک نیست؟ آیا تاریخ، فرهنگ، خانه شاعری معاصری، سردفتری شاعر معاصری تاجیک دارن ویران میکنن؟ آیا با شأن شرف شما نمیرسه این چیز؟ آیا با هویت شما نمیرسه؟ آیا با وجدان شما نمیرسه این چیز؟ قسم به خدا ما 3 روز میشود اصلا نمیدونم چیکار کنم، نمیدونم کجا برم، نمیدونم این درد به کی بگم. هزاران شعر نوشته میتونیم، هزاران وصف کرده میتونیم، نمیفهم از هیچ یک چی میتراشیم یا از هیچ چی را میبریم یک بوتی نازنین میکنیم میمونیم. کسایی که دارای فرهنگ، گویا دارای فرهنگ، هویت، تاریخ میگیرین خطانه و شعرها می نویسین، کتابا می نویسین، آیا قلب شما، آیا وجدان شما، آیا هویت شما، آیا حیثیت شما را حداقل ذره ناراحت نمیکنه از اینی که خانه استاد صدرالدین عینی را دارن ولنگار میکنن؟ من چند روز منتظر هستم که شاید دروغ باشد، شاید باز همین سیاسی ها یک فیک کرده باشن، شاید با همین تنقیط تخیر باشد، اما نه. الکی پنجره ها شکندن، الکی دروازه ها شکندن، الکی این خانه، این که این خانه میمونه یا این که نمیمونه ایره دیگه از دست من هیچی نمیآید. اما من من حیث یک تاجیک، من حیث یک فرزندی با کوهستان، من حیث یک تاجیک اصیل که در پوست و مغز خون و رگ استخوانم تاجیکیت هست و افتخار میکنم، به خدا قسم مرا ویژانم قرار نموند. من مجبوری نمیخواد، من مجبور کردم که امروز چنین یک نوار کنم و خواهش کنم از 2 طایفه انسان ها. من خواهش میکنم از کسایی که به خاطر منافع جیبی خودشان شده، به خاطر یک پولی ناچیز شدن، شما فقط آشکار بیاین دروغ نگیم دیگه، بیاین بس اینمی نمیگیم، اینمی کوشش میکنیم اما نشده است، باید بگیم. شما بگید که در همون جایی را که استاد صدرالدین عینی آثارخانه‌اش است، خانه‌اش است، شما چی میخواهید بسازین و او با چقدر ارزش میخواهید به دست بیارین از اون چیزی که شما در جای خانه استاد صدرالدین عینی میسازین؟ شما او را جای بهتر نبرین، شما او را آثارخانه با حشمت‌تر نسازین، شما خانه استاد صدرالدین عینی را بمانین که خانه اوست. خواهش میکنم خانه استاد ویران نکنین. شما فقط بگین که همون مبلغی را که شما میخواهید از ولنگار کردن ساختن همون اماراتی را که در نظر در برنامه دارین ساختنش، شما چقدر مبلغ میخواهید به دست بیارین، این من به شما آشکار میگم. من از همگی مردم ملت تاجیک، از همگی مردمی هر کی که در خارج زندگی میکنن، هر کسی که در داخل زندگی میکنه، هر کسی در هر کجای تاجیکستان که زندگی میکنه، من خواهش میکنم، التجا میکنم، همون مبلغ پیدا میکنم برای شما روان میکنم. فقط خانه استاد ویران نکنید، فقط تاریخ ما را ویران نکنید. من بدانم که اصلا اکثریت ذره هم احترام به تاریخ فرهنگی ملت تاجیک ندارید. من از قواره و قیافتون میبینم تون، از عملکردتون میبینم تون که شما اصلا رحم ذره هم باشه رحم ندارین به این ملت، به تاریخ فرهنگی این ملت. زیرا که شما آهسته آهسته دارید تاریخ معاصر تاجیک از بین میبرید. اگر من بعضی وقتا بعضی موقع چونین یک فکر میکنم و خدا را شکر میگم که قسمت اساسی آثار تاریخی فرهنگ و تاریخ تاجیک در دست امروز ازبکستان است، وگرنه من خوفی اونا دارم که شما اوناش هم ویران میکنید. زیرا خانه استاد صدرالدین عینی امروز در ازبکستان هست،
کسی نه او را ولنگار میکنه، نه کسی او را ویران میکنه، نه هیچی. این خانه‌اش شما از بین میبری. یک 10 ساله دیگه ازبکستان دعوایی را میکنه که مثل دعواهایی را که در این طول چندین وقتا میبینیم، دعوایی را میکنه که صدرالدین عینی یک شاعر ازبک بود و اثباتش هم خانه‌اش در اینجا است، آثار خانه‌اش در اینجا است. و اون تاریخی را که ما در کتابمون داریم هم 8-7 میلیون میدونه و اون تبلیغات اینترنتی ما اونقدر قدرتمند نیست که ما او را به جهانیان بفهمونیم که دروغ میگن. امروز در زیر پیکره و نیم پیکره های بعضی از شعرای فارس، تاجیک، خراسانی شاعر ترک نوشته است. بیا که راست بگیم، بیا بس کنیم دروغ بگیم. برای چی؟ برای اینکه به قدری هویتش، به قدری شاعر، به قدری شعر شاعر، به قدری زحمت شاعر نرسیدیم و دیگرها آهسته آهسته اونا را دارن از خود میکنن. ما امروز یک تیشه در دستمان بر ریشه خود میزنیم. ولنگار کردنی خانه استاد صدرالدین عینی تیشه بر ریشه فرهنگ و ملت تاجیک زدن است. این اگر سختان میرسه، من کوشش میکنم که شما را سخت برسه. یک بار شما کتاب رحیم معصوف و تاریخ تبر تقسیم مطالعه کنید. یک بار شما کتاب پنتورکیزم شکوری را مطالعه کنید. یک بار شما اصلا ببینید که استاد صدرالدین عینی چی زحمت ها کشیدن، چی مهنت ها کردن، چی کارا و چی از خودگذری ها کردن، چی مشقت ها را از سر گذراندن به خاطر چی؟ به خاطر آنه که من توی که امروز مرا تماشا میکنی از اون سمت نوار، من تو خودمون تاجیک بگیم و از افتخار از تاجیکیتمون بکنیم و در یک وطن با دست اشاره بکنیم که نمی وطن کوچک هم هر چیزی باشه نباشه، این نمی وطن ماست. به خاطر داشتن دم و پارچه خاک استاد صدرالدین عینی در قطار اشخاصی هست که جانبازی ها کردند که امروز شما رئیس باشین، شما وزیر باشین، شما شهردار باشین، شما شهروند باشین، شما معلم باشین، شما کارمند حفظ حقوق باشین، شما سرباز باشین، شما پرچم داشته باشین، شما سرود ملی داشته باشین، شما شناسنامه داشته باشین، همه این زحمت ها را برای شما کشیدن که شما یک خاک در دنیا داشته باشین که او را وطن بگین. این وطنی را که مفت در دست دارین امروز، گرچند خوردن باشه، با همه اون مشکلاتش، با همه اون کمبودی هاش، اساسگذار این وطنی را که ما در زندگی داریم یک ذره هم باشه خدمت استاد صدرالدین عینی است و امروز اون کسا خانه‌اش دارند ویران میکنن. خواهش میکنم اندیشه کنین سر این چیز و زیایان نامحترم، اشخاص فرهنگی، استادای دانشگاه و دانشکده ها، سراینده ها، نویسنده ها، اکادمیای علم ها، سکوت اختیار نکنین. خواهش میکنم، حق داریم. این وطن مالی همه ماست. شما توهین نکنین، شما تحقیر نکنین، شما اعتراض هم نکنین، بگذار اعتراض هم نکنین. خواهش کنین طریق نوار خواهش کنین که خانه استاد صدرالدین عینی را ولنگار نکنین. هر جای از او کرده امارت خوبتر به زیباترش میسازیم، این را یک موزه با دبدبه و با حشمت میکنیم. اگر که میکنین در گرد خانه استاد بکنین.
به خاطر روح استاد صدرالدین عینی، به خاطر احترام این ملت را که پیش شما سرخم از شما خواهش میکنن که یک کاری حداقل همیشه نکنین، حداقل دیگرها شکایت با چشم ما پوشیدیم، نوار نکردیم. از همه مردم تاجیک، از هر کسی که خودش تاجیک میشماره و در تاجیکستان زندگی کرده است. من از تاجیکای برون مرزی را در نظر ندارم، کسایی را که در ازبکستان و افغانستان و دیگر منطقه زندگی کرد، دیگر دولت ها زندگی کردن، منظورم از اونها نیست. از کسایی که خودشان تاجیک می حسابن خواهش میکنم از شهرداری شهر دوشنبه، از ساختارهای داخلدار وابسته به ویران کردن ساختن عمارت ها در شهر دوشنبه خواهش کنین، طریق نوار خواهش کنین که خانه استاد صدرالدین عینی ولنگار نشوه. من هدف سیاسی ندارم، خواهش میکنم یک بار دیگه. شاعر، نویسنده، خبرنگار، ژورنالیست، تاریخ شناس، باستان شناس، سکوت اختیار نکنین، سکوت اختیار نکنین. زیرا در این جنایتی که صورت گرفته ایستاده است، شما هم گناهگارین. سکوت شما آورده به اون میرسانه که خانه سردفتری ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی ولنگار میشه. خواهش میکنم